سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. امروز یک تجربه از فشار مایعات که مطابق سویه صنف هفتم است را با هم بررسی کرده و از روش تحقیقاتی استفاده میکنیم. روشی که شاگردان را وادار میسازد تا خودشان مشاهده، بررسی و تحقیق کنند و همچنان به شاگردان کمک میکند تا موضوع را عمیق‌تر درک کرده و در ذهنشان ماندگارتر شود. وسایل مورد نیاز: بوتل آب معدنی، یک پیچکش، یک اجاق گاز و یک خطکش و همچنان یک ظرف نگهدارنده تا آب بیرون نریزد. روش تحقیقاتی شامل 5 مرحله است که در مرحله اول ما یک تجربه ساده را انجام میدیم تا شاگردان مشاهده کنند. ما یک بوتل آب معدنی که دارای حجم معینی مثلا 1.5 لیتر باشد در نظر میگیریم و سوراخ‌های با قطری 5 میلیمتر، یکی در قسمت پایینی و دیگری را در قسمت بالایی ایجاد کرده و بوتل آب را پر از آب میسازیم. ما در اینجا آب رنگی ساختیم تا بهتر دیده شود. وقتی ما این را پر از آب ساختیم، این را در موقعیت قرار داده و اول سوراخ‌ها را بسته میکنیم تا و یک بارگی سوراخ‌ها را رها میسازیم و در اینجا ما مشاهده میکنیم که فوراً در قسمت بالایی و پایینی چگونه است. و در اینجا دیده میشه که از سوراخ پایینی آب بیشتر فوران میکنه، از سوراخ بالایی آهسته تر فوران میکنه و تفاوت در اینجا شما میبینید. در مرحله دوم برای ایجاد ایده ها ما سوالاتی را راجع به این تجربه مطرح میکنیم. مثلا شما چه چیز را مشاهده کردید؟ آیا وزن آب بالای سوراخ ها تاثیر دارد؟ و یا اگر قطر سوراخ ها کوچکتر یا بزرگتر شود چه اتفاق پیش میآید؟ شاگردان نظرات و فرضیه هایشان را ارائه خواهد کردند. مثلا وزن آب در قسمت پایینی فشار آورده و آب بیشتر فوران میکنه و از قسمت بالایی کمتر. و اگر قطر سوراخ ها کوچکتر شود آب با سرعت بیشتر فوران میکنه و اگر قطر سوراخ ها بزرگتر باشه با سرعت کمتر. ما این نظرات یادداشت میکنیم، اما فرضیه اصلی عمق است که ما بعد از انجام تجربه توسط شاگردان به او پی خواهیم برد. مرحله سوم که مرحله اجرای تجربه است، ما تجربه را طراحی و کنترل میکنیم و همچنان مشاهدات را بعد از انجام تجربه جمع آوری میکنیم. شاگردان را مثلا به 3 گروه تقسیم میکنیم. از گروه اول میخواهیم که بوتل آب معدنی که دارای حجم معین مثلا 1.5 لیتر را در آن 2 سوراخ، یکی در قسمت پایینی و دیگری را در قسمت بالایی آن با قطرهای یکسان مثلا 4 میلیمتر ایجاد کنند و بعد از آن بوتل را پر از آب کرده و سوراخ‌ها را باز نمایند و فاصله پرتاب شدن آب را اندازه‌گیری کرده و فاصله افقی را تحلیل میکنند و آن را با فرضیه‌های اولیه خود که قبل از انجام تجربه مشاهده کرده بودند مقایسه میکنند و دیده میشه که آب از قسمت پایین با سرعت بیشتر اما از بالا با سرعت کمتر فوران میکند. شاگردان گروپ دوم فعالیتشان را مشابه به گروپ اول انجام داده، اما با تفاوت این که قطر سوراخ پایینی را عریض‌تر مثلا 6 میلیمتر و بالایی را مثل گروپ اول 4 میلیمتر نگه دارند و مشاهداتشان را بنویسند. دیده خواهد شد که آب از سوراخ پایینی با شدت، فاصله و حجم بسیار بیشتری خارج می شود، ولی شرایط سوراخ بالایی مثل تجربه گروپ اول باقی می ماند. گروپ سوم همچنان عین فعالیت را انجام میتن، اما برعکس گروپ دوم قطر سوراخ بالایی را 6 میلیمتر و پایینی را 4 میلیمتر ایجاد میکنند و بعد از انجام تجربه دیده خواهد شد که سوراخ پایینی به دلیل عمق بیشتر سرعت بیشتری دارد، اما چون سوراخ بالا قطر بزرگتری دارد حجم آب خارج شده از آن نیز زیاد است. این تجربه نشان میده که سرعت به عمق وابسته است، ولی دیبت به مساحت سوراخ نیز بستگی دارد.
مرحله پنجم که مرحله تثبیت و انتقال است، ما توضیح میدیم که هر قدر ارتفاع مایعات بیشتر شود به همان تناسب فشار در عمق بیشتر میشه. چون مایعات سیال هستند از قسمت پایین و جوانب احاطه شده و از قسمت بالایی وزن مایعات به تدریج به سمت پایین قوه وارد کرده و باعث افزایش فشار در عمق میشه. البته علاوه بر قوه وزن و ارتفاع، عامل دیگه به نام کثافت هم نیز وجود داره که باعث افزایش فشار در داخل مایعات میشه که ما را جداگانه روی آن بحث خواهیم کرد.